فقط یک سوال تو از فالبین باور نکردی، فقط کنی بینم گویان یک سوالی که به فالبین میدهی 40 روز نماز تو قبول نمی شود. 40 روز نماز تو قبول نمی شود که حدیث هم در مسند امام احمد است. و درباره کاهن ها که مثلا حتی در زمان پیامبر هم بودن که بعضی علما میگویند البته کاهنانی که پیشتر بودن قویتر از کاهن و فالبین های حاضره هستند که حاضره ها اکثریتش کلا دروغگو هست، حتی باجین هم کاربار ندارد، فقط یک راهی آسانی پول کار کردن را یافته است. پیشتر کاهن های بودن که مثلا جادوگرانی که از آینده خبر میدادن از تولد شدن بعضی پیامبر و از این چیزها، و پیامبر وقتی از این چیز پرسیده میشوند میگویند آره جن به او چیزی را میگوید، او که با جن همکاری میکند، سپس 100 تا با آن همراه میکند و به مردم میگوید، یعنی به مردم میگوید. اکنون ببینید که وقتی ما گفتیم فالبینی 1001 نمود جادوگری هست در ما. فالبین های هستند که آنها فقط با جن کار میکنن و یکی میپرسند و بعدا سوال جواب میکنن. باز فالبین های هم هستند که با ماهتاب و با ستاره در وقت ماهتاب 14 روزه میشود این کار رو بکن، وقت فلان ستاره برآمد این کار رو بکن. باز حاضر فالبین های نو برآمد هم هستند. اولا خود را روانشناس میگویند، بعدا میگویند گیپناکوش یا نمیدونم گیپنوز کننده یا چیز دیگر. و در خیلی از نوارها در یوتیوب در رکلام میبراید که شما میتوانید یک گیپنوز کننده خیلی خوب باشید، شما میتوانید مردم رو گیپنوز کنید، شما میتوانید به مردم کمک کنید. اینها باز جادوگرهای نو برآمد. نام خود را جادوگر و فالبین نمیگویند و نام گیپنوزگر یا گفتم روانشناسی از حد قوی کتی میبرایند. آره بعضی روانشناسا هست که او خوانده است و به مردم بعضی توصیه ها میدهد، اما روانشناسای زیادی هم هست که دیگر از تولدت میپرسد، از ماه تولدت، از روز تولدت، تو در گراسکوپ کدام چرا صاحب هستی. با همین کلان کارش به جادوگری برمیگردد، اما نام خود را چی میگوید؟ من روانشناس یا من توصیه‌گر عائله چیز دیگر. یعنی نمودهای جادوگر را باید شناسیم که الان خیلی زیاد هستند و مشکلی در این است که بعضی ها حتی بسم الله گفته شروع میکنند. یکی از نزدیکان میگوید فلانی را فالبین میگویند اما او بسم الله الرحمن الرحیم گفته شروع میکنند. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفتن یک فالبین معناش این است که این مسلمان است و او از روی دین و او از روی شریعت کار میکند و کارش حلال است. اکنون درباره گفتیم فالبین ها 1001 نمود هستند. به نزدیک کدامش نرفتی گناه کبیره است و او باور کرده حتی از دین خارج شده میروی.